این قسمت نوشیدنی باشه که نوشیدنی مختلف اسپینام باشه کنم. توی بعضی از ایالت‌ها این قسمت رو نداشت والمارت و باید میرفتی استورای مخصوص میخریدی، ولی خب این ایالت ما داره. چه بازن یه تغییراتی میدن در دست تغییر اینم کوکتل‌های مختلف، آبیروهای مختلفی که بتونی اضافه کنی به نوشیدنی ها. قسمت آب فکر کنم یه قسمت دیگه از نوشیدنی ها رو من یادم رفت که زدم رفت همون روبروی اونجا بود، برم اونجا رو بگیرم. نوشیدنی های خنکه که بیشتر آبجو باشه. نوشابه‌ها برندها و سایزهای مختلف. میگم اینجا رو برن تغییر دکور میدن، منم دنبال نمیگردم. معمولا تو قسمت نوشیدنی ها بود ولی الان پیداش نمیکنم. جوس برای بچه ها، شیر کاکائو، مثلا شیر کاکائوی بدون حتی شیر کاکائو که اسمشو نمیشه گذاشت، نوشیدنی کاکائویی اگر بچه به شیر و لبن یا حساسیت داره